رنگارنگ بودن چهره زنان زیباگی نیست. میجه‌های صنعی گذاشتن و لب‌ها را قفس کردن هم زیباگی نیست. لباس‌های تنگ و نیم برهنه پوشیدن هم زن را زیبا نمی‌کند. اینها هم از زیباگی‌های دروغین و مردان را به فتنه انداختن است. یگانه چیزی که زن را زیبا می‌کند شرم و حیا و اخلاق نیکوست که این زیباگی صدها مرد را خواستگار او می‌گرداند. سپر بر تیر شیطان لعین است، اجابت بهترین یار و قرین است. مشو یک لحظه غافل خواهر من که چشم خائنان اندر کمین است. نگر در سوره های نور و احزاب که حکم خالق یزدان چنین است. زنی خوشبخت می گردد که راهش مسیر امهات المؤمنین است. سپر بر تیر شیطان لعین است، اجابت